بچه‌م خیلی از تبلت و گوشی خوشش میاد، چی کار کنم؟ خب اگر که این سوال شماست که بچه شما از تبلت و گوشی خوشش میاد و شما باید چی کار کنید، من سوال رو اینطوری به شما برمیگردونم. شما کی تبلت و گوشی رو به بچه شما معرفی کرده؟ این اولیش. چرا تبلت و گوشی رو به بچه‌تون معرفی کردید؟ حالا یا به دلیل اینکه زمان نداشتید براش وقت بذارید، یا به دلیل اینکه خودتون نبودید که ازش مراقبت کنید، کس دیگه این کارو کرده و از اون شخص نخواستید که این کارو نکنه. حالا اومدیم و این کارو کردیم. تبلت و گوشی به بچه اینترودیوس شده. مسلماً که خب خیلی جذاب هستش این، متاسفانه این روزا حتی برای من بزرگسالم خیلی جذاب هستش. من میتونم این میون یه سوالی بپرسم؟ خواهش میکنم. نغمه جان، یکی از دلایلش هم میتونه استفاده خود والدین باشه. بعضی از والدین خیلی زیاد استفاده میکنن. خب بچه دوست داره بگیره و استفاده کنه. کاش من میتونستم این عکسو که یه جا من توی رستورانی نشسته بودم این عکسو شیر کنم، چون اجازه ندارم. باورتون نمیشه که سر میز رستوران یه خانواده نشسته بودن، پدر، مادر، بچه و حالا مادر بزرگ یا هر شخص دیگه ای که بودن. بچه رو یه دونه تبلت جلوش گذاشته بودن و اتفاقا توی اون تصویر داشت نحوه غذا خوردن و تو اون تصویر نشون میداد. حالا نمیدونم رو اون تایمی که بود بچه توی اون تبلت بود، توی اون دنیا بود. مادره تو گوشیش بود، پدر روی گوشیش بود، مادر بزرگم داشت به یه چیز دیگه ای کار میکرد، اونم حالا نمیدونم توی گوشیش بود. یعنی این صحنه رو من دلم میخواست عکس بگیرم و اینو پخش بکنم. چجوری میشه که بعد ما میپرسیم ای وای این بچه به کجا رسید؟ اینو از کجا یاد گرفتی؟ این حرف زشت از کجا زدی؟ این مدل غذا خوردن چجوری من که هیچ وقت اینجوری غذا نمیخوردم. عملاً بچه شما داره از توی با یه شخص دیگه زندگی میکنه. مادرش، پدرش، معلمش، اون تبلتی که جلوش داشت اتفاقا میگم مدل غذا خوردن اونو کاپی میکرد. شما هیچ کانکشنی با بچه خودتون ندارید و شمایید که اون تبلت رو دارید. من یادمه که وقتی که به دکتر بچه ها میگفتم که بچه من خیلی علاقه‌منده مثلا چیپس بخوره یا شکلات بخوره، میگفت که کی چیپس و شکلات رو بهش معرفی کرده؟ کی میره خرید و این چیپس و شکلات رو میخره؟ یکی از راههایی که من خودم وقتی بچه هم کوچیک‌تر بودن انجام دادم و واقعا کار کرد، یکی این بود که چون بچه ها زمان رو متوجه نمیشن، بهشون میگفتم که هوا که مثلا تاریک شد دیگه اینو باید قطع کنی و سعی کردم که از در واقع بی‌کیفیت ترین و ارزون ترین تبلت استفاده کنم که اون سرعت و اون جذابیت رو از اون بچه بگیرم. من 2 بچه دارم و الان البته تینیجرن. اون موقع سعی کردم که یه تبلتی خیلی کوالیتی خیلی بد براشون تهیه کنم و اینکه مشترک باشه براشون و دیگه اینکه با اینکه مشکلی نداشت که من بخوام براشون تبلت خوب بگیرم و اینکه زمان براشون قائل شدم و از اون زمان به بعد در واقع اینا اجازه نداشتن که تبلتشون رو استفاده کنن. برای همین وقتی که شما اجازه نداشته باشید و نتونید، اولش شاید یه خورده مثل یک آدم معتاد به یه چیزی خیلی سخت میشه که ازش اینو بگیرید، ولی مطمئن باشین اگر شما استقامت بکنید این زمانم طی میشه. عین وقتی که از شیر بچه‌تون رو میگرفتین، عین وقتی که اتاق خوابش رو داشتید جدا می‌کرد. یه زمان، یه دوره، یه پریود تایمی خیلی میتونه سخت باشه برای بچه و برای شما و شما هم عادت کردین خیلی خب بچه‌ی من این تبلت رو داره، خیالتونم راحته من برم به کارام برسم. ولی واقعا اگه ما زمانی بچه داریم باید به فکر خیلی چیزاش باشیم، خیلی سختی ها رو به خودمون بخریم. من حتی جایی بود که خب میرفتیم مهمونی، تمام بچه ها با تبلت بودن و بچه های من نداشتن و من سعی میکردم خودم رو اینوالو کنم که حتی بچه های دیگر رو سرگرم بکنم. تا یه جایی این کنترل دست من بود و دیگه خب از یه جایی به بعد مثلا در رابطه با بچهای من وقتی کووید شد اصلا مجبور شدیم، ما جزو خانواده‌ای بودیم که مدرسه برای ما تبلت آورد
باور کنید نداشتم، نخریده بودم براشون. اینقدر برام مهم بود که اینا از استفاده کنن از زمانایی که با من زمان میذارن، با اسباب بازیشون زمان میذارن، با کارهای دیگه زمان میذارن. و ما جزو خانواده‌ای بودیم که قشنگ مدرسه برای ما 2 تا تبلت آورد به خاطر اینکه کووید بود و بعد ما رفتیم تهیه کردیم. ولی خب unfortunately متاسفانه به دلیل حالا الان دیگه همه چی با این کامپیوتر شده، بالاخره ناخودآگاه اینا اینوالو میشن. ولی اینکه بتونن اینو زمانشو بفهمن و درک کنن، و خب این من اثرش روی دختر خودم دیدم. با اینکه موبایل داره، روی پسرم نه ولی روی دخترم دیدم، با اینکه موبایل داره میدونه، یعنی این درکو داره که چقدر زمان بندی داشته باشه تا کی و از کجا باهاش استفاده کنه و چه زمانایی. مثلا یه قانونی که میتونید بذارید که مثلا من خودم تو خانوادمون هست، وقتی که فامیلی با هم دیگه هستن اجازه نداره هیچ کسی، از من گرفته پدرشون برای بچه‌ها، هیچ کسی با موبایلش کار بکنه یا تبلتش رو استفاده کنه. هر چیزی یه زمان بندی داره و اگه واقعا میخواین اینو ازش بگیرید، یه مقداری باید خودتون سختی بدید، یه مقداری باید یه سری قوانین رو که حتما روش ایستادگی کنید، چون فقط یه قوانینی که یه روز 2 روز انجام بدین فایده نداره. و خواهشان از اون کسایی که از بچه شما در نبود شما مراقبت میکنن، خواهش کنید که اینو رعایت بکنن و یا اینکه تایملاین ست اپ بکنید. و یه نکته دیگه این که اگر تبلت برای بچه‌هاتون استفاده کنید، حتما مطمئن باشید که چایلد سیفتی داشته باشه، که به این راحتی نتونن برن توی یوتیوب یا جاهایی که مثلا یوتیوب کیدز باشه، جاهایی نتونن که یه وقت خدایی نکرده با یه چیزای اکسپلور بشن که نباید. مرسی از توجه شما.